33مین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 19 مهر روز سرنوشت ساز برای وکلا. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. من هم خدمت شما و همه عزیزان و دستاندرکاران سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. امیدوارم که مصاحبه خیلی خوبی شکل بگیره و از این فرصت استفاده کنم برای بیان دیدگاه‌های خودم در قبال وکلای محترم دادگستری. خیلی متشکرم آقای دکتر. لطفاً مختصری از خودتون بفرمایید و فعالیت‌های صنفی که تا به حال انجام دادین. با نام یاد خداوند متعال، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهنام حبیبی درگاه هستم. از سال 1383 به مدت 20 سال هست که وکالت میکنم. لیسانسم و کارشناسی ارشد و دکترا و پست دکترای خودم رو دانشگاه تهران بودم. از سال 1380 تا 1391 به صورت پی در پی عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، استادیار پایه 10 و در واقع یک سری از سمت‌های اجرایی که شاید در حوصله مخاطبان عزیز قرار نگیره. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. لطف بفرمایید نظرتون رو درباره ویژگی‌هایی که اعضای هیئت مدیره باید دارا باشن بفرمایید. برای اینکه این سوال رو من پاسخ بدم اختصاراً باید به این نکته عنایت داشته باشید که کانون وکلا یک سازمان هست. بله. یک سازمان صنفی و خود انتظام هست، در این حال یک نهاد مدنی قدیمی و جا افتاده که بر اتکای قانون شکل گرفته و سن قابل توجهی هم داره و به هر حال در راستای احقاق حق در جامعه تمشیت امور وکلا رو بر عهده داره. بر همین مبنا مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز مثل سایر مدیران سازمان‌های مهم که کار عمومی انجام میدن، بله، بایستی که ابتداعاً مصلحت عموم و قاطبه وکلا رو در نظر بگیرن و معیشت وکلا رو تحت رصد قرار بدن و برنامه مدونی در این رابطه داشته باشند و به لحاظ ویژگی‌های فردی من اعتقادم بر این هست که مدیر کانون وکلا بایستی که در ابتدا هوش کافی در ابعاد مختلفش، هوش مدیریتی، هوش فرهنگی در کشوری که خرده فرهنگ‌های 10,000 تایی داره به لحاظ آداب و رسوم، هوش مالی و هوش مدیریتی داشته باشه و در عین حال در تعریف یونسکو گفته میشه که در همین سال 2024 که مدیر کسی است که توان تغییر داشته باشه برای یک مجموعه و امکان تحول داشته باشه. به نظر من 2 تا ویژگی عمده مدیران باید داشته باشن. یک، ویژگی‌های فردی که بعضاً ذاتی است، مثل شاید یک سری ویژگی‌های ظاهری و ویژگی‌های شخصیتی و که اکتسابی هست. یک سری ویژگی‌هایی هم به عنوان مدیر باید داشته باشن که حالت جوششی نیست در اصطلاح استاد شهریار، بلکه حالت کوششیه، چون به ایشون گفتن که شعر جوششی است یا کوششی است. گفت هر دو، چون باید همون آرایه‌های ادبی و فنون شعر گفتن رو شخص بلد باشه، باید یاد بگیره، ولی در عین حال ذائقه و هنر ذاتی سرودن شعر رو هم داشته باشه. فلذا مجموعه اینها به همراه خوشفکری، آینده پژوهی، خوش‌ذاتی در شخص مدیر کانون، سازگارمند بودن، از این جهت من تاکید میکنم که ما 4 نوع شخصیت در فن مذاکرات بین مدیران داریم. شخصیت نوع B یعنی کسی که سازگارمند هست و با جمع میتونه کار بکنه و اندیشه جمعی رو و مصلحت کلی رو در نظر میگیره. اگر همچین فردی رو عزیزان من سراغ داشتن، مطمئناً این شخص شایسته هست و باید حمایت بشه. متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر حبیبی.
لطف بفرمایید در رابطه با صحبتی که ارائه کردین نظرتون رو درباره تاثیر قضاوت و تدریس دانشگاهی در تاثیرگذاری در انتخاب اعضا بفرمایید. دقیقاً همراستا با اون سوال قبلی و همپوشان با اون هست. یعنی ما اعتقادمون بر این هست که وکالت باید علمی در کشور دنبال بشه و به همین خاطر هنر ما وکلا در ابتدا برمیگرده به علم و خرد و حلم و دانش ما. درسته رشته وکالت ذو جنبتین هست، یعنی هم باید دانش محور باشیم هم باید مهارت محور باشیم. این دانش رو به عنوان یک مقوله ساینس ما از علم حقوق میگیریم، ولی علم حقوق از علوم دیگر هم بهره میبره و چون یک علم کاربردیه و کارگزاران اون شامل وکلا، قضات، سردفتران، دستیاران و سایر مشاغل فرعی که بعداً ایجاد شده میشود، لذا هنر یک وکیل تفکر و خدمتش. پایه این خدمت علم وکیل هست. علم به منزله هم دانش، یعنی هم ساینس هم نالج، یعنی این قدرت میده به وکیل برای اینکه بتونه روابط عمومی خوبی داشته باشه، فن سخنوری بالایی داشته باشه، امکان انطباق پذیری محیط رو داشته باشه، به استرس خودش در اون محیطی که قرار بگیره مسلط باشه. خروجی این برمیگرده و معطوف به این هست که اگر یک فرد دانشمند و عالم و استاد دانشگاه این ویژگی ها رو در کنار علم خودش به عنوان یک استاد داشته باشه که فبه المراد. متشکرم از توضیحاتتون. جناب دکتر حبیبی، در رابطه با چالش های پیش روی نهاد وکالت و راه برون رفته از این چالش ها چه برنامه‌ای دارید؟ ببینید، ما ابتدا بایستی که شرایط حاضر رو دقیق و بدون هیچ بایس و تعصبی ارزیابی بکنیم. چالش‌های کنونی نهاد وکالت در دو حوزه قابل تعریف هست. یکی چالش‌های درونی و دیگری چالش‌های بیرونی. چالش‌های درونی حوزه وکالت خطرناکتر و به مراتب آسیب زننده تر هست تا چالش‌های بیرونی، چون چالش‌های درونی به اون فامیلی و خانواده وکلا برمیگرده. متاسفانه حد رضایتمندی و شیب رضایتمندی از کانون وکلای دادگستری مرکز و مدیران فعلی اون یک شیب منفی است و نارضایتی در قاطبه وکلا موج میزنه. علت قضیه برمیگرده به همون شاخصایی که در اول عرایض خودم و در پاسخ به سوال اول سرکار عالیه نهفته بود. هیئت مدیره باید یک وزن داشته باشه، مثل علم ادله اثبات که میگن رأی به نفع چه کسی بدیم، میگویند به نفع کسی که تئوری وزن دلیل رو توجیه میکنه. هر کسی وزن دلایلش سنگین باشه رأی به نفع اون صادر بشه. فلذا اتحاد درونی، انتخاب افراد باسواد به معنای تعریف یونسکو، یعنی افرادی که توان تغییر دارن، افرادی که فکر ثروت آفرین داشته باشن و افرادی باشن که به عنوان یک مدیر اگر در یک کویر اون شخص رو رها کردیم بتونه در واقع خیرتگرایی داشته باشه و ابتکار عمل داشته باشه. بنابراین کانون وکلایی که در درون خودش اتحاد و انسجام و برنامه مدون نداره، اصلا سوال فرعی بک تو بک من این هست که چرا کانون وکلای دادگستری برنامه توسعه 5 ساله نداره وقتی که مملکت داره، وقتی که حتی در یک منزل زن و شوهر با هم دارن که ما 5 سال بعد در این نقطه قرار میگیریم و منزلمون از 70 متر میشه 120 متر. چرا این رو کانون وکلای به عنوان یک
برنامه مدون نداشته باشه. چرا نداریم؟ برمیگرده به همین بی‌توجهی به اتحاد و انسجام و این قضیه هم برمیگرده به این که افرادی رو که باید شاخصه های مدیر بودن رو داشته باشن انتخاب نکردیم. چویس تئوری ویلیام گلسر رو رعایت نکردیم. آدمایی اومدن که تازه از قانون میخوان برای خودشون اعتبار بگیرن. لذا خروجی قضیه این میشه که این چالش درونی. چالش بیرونی عمدتاً متأثر از درون هست. وقتی همسایه ببینه که من اختلاف دارم، ممکنه در واقع 2 تا حرف هم روی اون اختلافات ما بذاره. برمیگرده به این که ما باید قدرت چانه‌زنی داشته باشیم، قدرت دسترسی داشته باشیم. ما آیا به دولت دسترسی داشتیم در دوره قبل؟ دسترسی مؤثر، نه یه عکس گرفتم با یک وزیری. دسترسی مؤثر آیا به مجلس داریم؟ من اعتقادم بر این است که توفیق نداشتن به خاطر اینکه نتونستن جریان هزاران هزار وکیل رو با اقدامات مثبت خودشون با خودشون همراه بکنن و وقتی که شما پشت نداشته باشید افراد بیرونی هم به شما زور خواهند گفت، کما این که انجام شده بود و شکل گرفت. من یک بحث پایانی در رابطه با این سوالتون داشته باشم و اون این که ما 2 تفکر در بین مدیران تا الان وجود داشته، به ویژه در 2 دوره قبلی. یا مدیران محافظه‌کار بودند و عافیت طلب، یا مدیران بحرانساز و بی‌پروا بودند که این گروه دوم اسمشون، رسمشون و حتی طرفدارانشون در علم اقتصاد باعث ایجاد هزینه شد تا فرصت. یعنی هزینه این افراد بیشتر از نفع این افراد بود و متاسفانه خروجی اون این در واقع خدا رحمت کنه شهریار رو میگفت که از افلاطون یک اسم خشک و خالی مونده. حالا به زبان ترکی میگفت که افلاطونان bir قوره آد گالوپتی، از قانون یک قوره آد گالوپتی، یعنی یک اسم خشک و خالی مونده. بنمایه و درونزا بودنش رو از دست داده و از فلسفهش دور شده. درازگویی شد، ببخشید. نه خواهش میکنم آقای دکتر، مرسی از توضیحاتتون. جناب دکتر حبیبی، راهکار شما برای تعامل بهتر کانون وکلا با حاکمیت چه برنامه‌ای رو داری؟ ببینید همکار محترم، زمانی تعامل معنی پذیر هست که شما از درون آمادگی داشته باشید، یعنی یه قدرتی داشته باشید. در استراتژی های مذاکره 3 شاخص ما داریم: شاخص قدرت داریم، شاخص اطلاعات داریم و شاخص شخصیتی، اون پرسونالیتی که برمیگرد. ما باید ببینیم که مثل کسی که باید پرسونال برندینگ داشته باشه، آیا برندینگ سازمانی رو هم ایجاد کردیم که اون وزانت رو داشته باشه برای عرضه به افکار عمومی؟ وقتی که این وزن در هیئت مدیره منعکس باشه، شما به راحتی به یک مرحله دیگر میرسید و اون مرحله مربوط به قدرت چانه‌زنی است. در قدرت چانه‌زنی شما الان رابطه‌ای که مدیران ما مسبب شدن، شاید به لحاظ علم جرم شناسی ترک فعلی که مدیران ما انجام دادن افاده یک بزه و جرم میکنه، به خاطر اینکه با رفتارشون، با تصمیمشون و در واقع با اقداماتشون موجب تخفیف شخصیت سازمانی کانون وکلا شدن و یا فضای دعوایی و تقابلی رو بین خودشون ایجاد کردن. شما فضای مجازی رو ببینید از مدیران. فلذا وقتی که این خود کنترلی و خود تنظیمی بر مبنای تفکر سازنده و رو به جلو برای یک کانون پیشرو ایجاد بشود، اون موقع اتفاقا شما نیازی رو ایجاد کردید که در بازار اقتصاد وکالت و در بحث مدیریتی این کشش باعث مراجعه قوای حاکمیتی میشه، یعنی مهندسی معکوس در ایجاد ارتباط
با قوای سگانه و نهادهای حاکمیتی، بالاخص با مجلس شورای اسلامی. شخصا من عرض میکنم که من به علت اینکه نامانوس نیستم با دولت و در عین حال با بدنه مجلس، به ویژه بعضی از رؤسای کمیسیون ها بدون اینکه سمت صنفی داشته باشم، اگر ملاحظه بفرمایید اخبار رو، و هفته های قبل من 2 بار مجلس رفتم با رئیس کمیسیون صنایع مجلس، با دبیر کمیسیون محترم فرهنگی مجلس و همچنین با رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صحبت‌های بسیار سازنده و مفید شد، به خاطر اینکه پشت قلم هر وکیل باید منطق باشه. مدیر این وکیل که وکیل الوکلا محسوب میشه به مراتب باید تلبس به این اوصاف داشته باشه. اگر این فضا رو ما بتونیم تأمین بکنیم، قدرت تعامل سازنده و چانه‌زنی ارزنده رو ما حتما خواهیم داشت. متشکرم. راهکارهای شفاف سازی عملکرد هیئت مدیره در برنامه شما به چه شکله؟ به هر حال این قضیه در واقع یک مسئله مثل آقای ریچارد پازل که کتاب The Tripas of Justice داره، یعنی سراح عدالت. سراح عدالت یکیش قانون وکلاست. قانون وکلا به عنوان یک سازمان طبق مقررات امور مالی، امور تمشیت وکلا، از نقل و انتقال، از بحث تخلفات انتظامی تا مقولات دیگر آموزشی، پژوهشی و جز آن رو بایستی که شفاف طبق قانون انتشار آزاد اطلاعات تکلیف داره که در واقع علنا در پایگاه خبری خودش منتشر بکنه. این یک تکلیف قانونیه. لکن برای شفاف سازی یک سری اقتضاعات نیاز هست برای اینکه کیفیت این شفاف سازی هم در واقع به منصه ظهور برسه، مثل تئوری اتاق شیشه‌ای و دولت مبتنی بر نت دیجیتالی. ما قانون وکلای هوشمند نداریم. ما در کشوری مثل ژاپن که تجربه ایام عید رو در طول 40 روزی که من ژاپن بودم داشتیم، این بود که اونها رفتن به سمت شیر آفیس بر مبنای مدل متاورس. به این معنی که اگر شما یه سایتی داری، من یک سایتی دارم، این در واقع لینک به سایت اصلی کانون مطبوع ماست و کانون ما از ما و لینک ما حمایت میکنه و در عین حال شفافیت های دیگر هم در قانون هوشمند که سیستمی اداره میشه، نه بر مبنای افتا و سلیقه مدیران قانون. این عرض من هست. یکی از چالش هایی که وکلا در واقع یک چالشی برای وکلا محسوب میشه بحث بیمه است آقای دکتر، که برای وکلا و خانواده‌شون ما پوشش بیمه درمان نداریم. شما برنامه یا عملکردی رو ارائه میکنید؟ ببینید، من در رساله دکتریم در سال 85 در دانشگاه تهران، بله، موضوع رساله من تحلیل اقتصادی دادرسی بود. در یکی از فصولش نظریه‌ای رو ما مطرح کردیم به عنوان یک تز که بیاد تبدیل بشه به یک سنتز. این بود که اصل دسترسی به عدالت، اصل دسترسی به عدالت 3 شاخصه داشت: دسترسی ارزان، آسان و سریع. دسترسی سریع که access to justice بود، در حوزه دیجیتالی شدن سیستم قضایی و قانون وکلا بود. دسترسی آسان 3 شاخصه داشت: معاضدت قضایی خصوصی، همون شرکت‌های تأمین مالی دادخواهی که آمریکا داره، یعنی از دعوا فرصت اقتصادی ایجاد میکنه، قیمت تمام شده دعوا رو به بازار میسپاره، قیمت تمام شده دعوا رو به دولت نمیسپاره که دولت تحمل بکنه و از بودجه عمومی بده، چون دعاوی ما یارانه محوره. بله. پول همه دعوای خودمون رو خودمون نمیدیم. یکی از اونها اجباری شدن وکالت بود. اولین بار در این رساله در سال 85 اجباری شدن وکالت مطرح شد، به خاطر اینکه وکالت خدمات عمومی میکنه اگرچه که مؤسسش دولتی یا حاکمیتی نیست.
بهداشت غذایی رو داره تامین میکنه. بنابراین وکالت باید اجباری بشه با اون اقتضاعات دیگری که برای اقشار محروم جامعه باید تدبیر بشه، مثل معاضدت، سیستم های حمایتی وکالت. و یک فرض دیگر و ساب تایتلش اصطلاحاً بحث مربوط به بیمه وکالت بود. بیمه وکالت این در رابطه با بحث تمشیت دعوا بود، اما نسبت به خود وکیل ما فضاهای رفاهی قابل قبول که چه عرض کنم حد اقلی هم نداریم، چه در بحث معیشتی برنامه وجود نداره، چه در بحث مربوط به بیمه. اما برگردیم به سوال شما، راهکار چیه؟ راهکار یه بخشیش در دست کانون هاست، یه بخشیش در دست صندوق حمایت از وکلاست. بنابراین بیمه بازنشستگی وکلا بایستی که طبق اصل همسانسازی در حقوق اداری برابر بشه. چنین نیست الان و جالبه، من اعتقادم بر این است شغل وکالت به عنوان یک شغل استرسا و وکیل به عنوان مدیری که مدیریت بحران میکنه، چون دعوا بحران دیگه، این کار انجام میده، یک به طبق تعریف سازمان بین المللی کار شغل سخت و زیان آور محسوب میشه و لذا این بیمه هم روی این قضیه به عنوان یکی از آیتم ها باید بشینه و اعتقادم بر این هست که باید این رو دنبال بکنیم. خیلی متشکرم. ضمن تشکر از حضورتون جناب دکتر بهنام حبیبی درگاه، خیلی ممنونم که قبول زحمت کردین. آرزوی موفقیت دارم. خیلی متشکرم. در پایان از محضر شما کسب اجازه میکنم که یک مطلب خیلی مختصر رو یکی از بزرگان تجارت کشورمون، از کارآفرینان بسیار زبده که بنگاه‌های اقتصادی متلونی داره در بحث‌های خدماتی و کالایی، ایشون به من یک نکته رو مطرح کردن و فرمودن که رقیب من مثل یک دشمنی است که باید بغلش کنم. لذا یاد اون شعر همشهری عزیزم حسین منزوی افتادم که گفت من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواری. من امیدوارم که با اون تعاریفی که شد و اون دوستانی که تشریف آوردن خدمت شما جمع عقول به قول امام علی علیه السلام شکل بگیره و نهایتا خروجی اون انتخاب همکاران باسواد، با حیا، نجیب، اخلاق محور و با برنامه باشه. خیلی متشکرم مجددا از تمامی عزیزان و آرزوی توفیق و سلامتی و بهروزی دارم. ما هم از شما ممنونیم. متشکرم. 33مین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مناظره بین اعضای هیئت مدیره دوره 32، انتخابات کانون وکلا و مناظره های داغ، مناظره بین مدیران فعلی و سایر نامزدها. مهمانان آینده طبقه 4 کانون چه کسانی خواهند بود؟ 19 مهر روز سرنوشت ساز برای وکلا. آینده کانون در گروی انتخاب شماست. تا روز انتخابات با گفتگوهای ویژه با ما همراه باشید. کانون وکلا ماندنی است.